میدونین که خدای مهربان در عملها تو نظر میکنه. شما چی ها کردین؟ ولی اگر حاجی میرزا دنیا گذره، حاجی بابا، عزیزای خدا میگن که مردم چی میگه؟ قال الناس، میگه ما خلفه، یعنی میگه مردم میویده میگه که چند ساله بود، چند فرزند مونده. ببینید یعنی کو در کجای چیه، همین مقصد از دنیا میپرسد. لیکن میگه انا ملائکه چی؟ وقالت الملائکه، یکی وقتی که من گذاشتم ملائکه بینشون میگه چی میگه؟ ما قدمه، این برای آخرتش چی روان کرده باشه. این مقصد در خانه قبر یگان عملی روان کرده است که استقبالش بگیرن. این حاضر ما آمدیم این استقبال بین، این مرحمت بین. عیناً همین استقبال و مرحمت نزد الله مهربان برای بندهایش که در دنیا اطاعت کردن، فرمان برداریش کردن. انمونها ملائکه های داره که بالای دست میگیرن و مقصد با تمامی همون هر چیزی که از عزت باشه شما را انجام میتن، به نسبت شما میکنن. برای این چیزها را ما باید در یاد فراموشی قرار ندیم. از بندگیمان این دنیا بسیار عمرش کمه. این شما راضی هر کدام تا پرسن چی دیدی همین دنیا؟ هیچی میگویی، هیچی ندیدم. حضرت نوح 1050 سال به قول عبدالله ابن عباس 1050 سال عمر دید. وقتی پرسیدنش که حضرت چی دیدی؟ چهل عمر؟ گفت گذشت چون برق، چون خواب و خیاله، به خاطر نیست جز رنج و ملاله. همین دم دانم و این سختی جان، به فضل حق شود این مشکل آسان. گفت بچم 1050 سال در همین غیر درد غیر غم هیچی ندیدم. 1050. اکه گفت حاضر که عزرائیل آمده مهمان ما اکه باید که امانت بگیره، در فکری همین هم گفت تمام دیگه. و گفت با دستم از گرفتن نیست رنگش. همین قایی که در دنیا با همین دست معامله بود ایرابی ای دنیا یگان رنگ نمونده. با دستم از گرفتن نیست رنگش، با دندانم زی خوردن نیست رنگش. دندانام هم بین یگان رنگ دنیا نداره، همون چیزی بود همون خیل. این دنیا معناش همینه که اینجا مادام 1050 سال نان گرفته کار کرده یگان اثرش در دنیا نیست، یعنی معناش همینه که دنیا خودش هیچی نیست. برای هیچی ما اگر امرمون بیهوده بگذرانیم، اگر به اهمیتی کنیم، همین را خالی از طاعت عبادت کنیم، بعد حضرت صوفی علیار میدونین چی میگه؟ میگه امر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده امر همگویی. همین امری که در روی عبادت نباشه میگه بچم با ما امر میگویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا، عمری هر گاو و خر از او بالا. عمری که اگر با خداشناسی نداشته باشد، عمری که یک کاری درست ای نادرست که جدا کرده نتانی، میگه عمری گاو و خر از عمری تو بالاتره. دورهای حضرت سلیمان بود. میگه یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد. گفت سلیمان گفت از تو یک خواهش دارم. وقتی که میگه این جوان داخل خانه سلیمان شده بود، نزد پهلوی سلیمان میگه عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگه به این جوان چنان به یک شدت سخت نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر تر زیارت میکنم و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت این گفت بر من بسیار با یک شدت سخت نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد
سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم، همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگه حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگرفت بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد. و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان چی اینقدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم، مرا خداوند روان کرده بود بهر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده بود در خیتای بگیر، این در اینجا هست. لکن امر خدا که بود من در خیتای رسیدم، با مجرد که در اونجا ایستادم باد همین جوان را به پیش من آورد، من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. بین این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشد شما مرگ شما را البته مییابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان تسلیم میکنید شما اینو نمیدانید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند، او به چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لیکن انسان نمیداند خود به پیش عجل دوان چکار میکند؟ میرود. یک جوان دیگر بود میگه دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. البته ماهتاب هم به خود ملائکه های دارد، شمال هم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوندم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند. آفتاب هم به خود گرداننده آفتاب هم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب میشود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالم زیبایی را نظر کنم. میگه این جوان ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خود هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید، میگد وقتی که ملائکه آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همون آفتاب، این جوان میگد از این ملائکه آفتاب پرسان کرد که ای ملائکه آفتاب چی خوب میشود که رفته همین عمری مرا پرسان کنی که چی مقدارش مانده است. میگد این ملائک نزد همون ملائک صاحب همین موت ملک الموت آمد و گفت فلانی جوان گفت عمرش چند باقی مانده است؟ گفت و عمرش گفت بسیار طولانی است، بسیار دراز است. گفت چی مقدار دراز است؟ گفت اگر تا وقتی که همون جوان آمده در همون کرسی تو نشیند جان او را خدا قبض نمیکند. این ملائک میگه گفت الها در کرسی من نشسته است، گفت نماینده های من خواه جان او را قبض کردن. بین
نماینده های من جان او را الحال قبض کردند. یعنی خداوند ببین که دعا میکنی خود بر جایی که مرگ لازم است به همون موضع میره، در همون جا جان تو را میگیرند. یک سحر از برنامه شارقه که 1 ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همون جا یک مرد یک عجیب حکایه کردن، اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد، گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت، من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگه در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکیش شد. بین سمالیاتی اونها گفت ترکیش شد، همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم همین آمد، آدم آمده از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراستیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکیش شد، اونا همه هلاک شدند، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم. چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد، چرا در غصه آن غم نسوزی، که چشمی خود به سقف خانه دوزی، نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای جگرخون، غمی جان خوردم ای غفلت آهن، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. حضرت مولوی میگوید دائما در یاد مرگ باشید، مرگ هیچگاه از پیش چشمتان دور نبینید. رسول اکرم حدیث را میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم الی المسجد، یک روز پیغمبر خدا به سوی مسجد میگه میرفت، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون، نگاه کرد که همه امتش در قد راه یک جمعیت کلان شدند و چه مسئله را بلند بلند گپ میزنند و یضحکون میخندند. رسول اکرم میگه نزدیک شد، گفت اذکر الموت، گفت ای مردم، گفت اینقدر بلند گپ میزنین، اینقدر بلند میخندین، اذکر الموت، موت یاد کنین، مرگ یاد آوری کنین، اذکروا هازم اللذات، شما ذکر کنین، یادآوری کنین همان چیزی را که لذت نعمت ها را میشکند، یعنی الموت، موت بسیار ذکر کنین، شما نخندین. لو تعلمون ما اعلمو، در دوام چی گفتن پیغمبر؟ اگر گفتن شما ای قوم میدانستین آن را که من میدانم، لبکیتم کثیرا لضحکتم قلیلا، اگر شما آن چیزی را که من میدانم میدانستین، هر آینه شما گریه را بسیار میکردین و خنده را کم میکردین، آن چیزی را که من میدانم. لو تعلموا البهائم ما اعلم من الموت. رسول اکرم میگه اگر حیوان ها میدانستند که مرگ چی هست، با آن منزله که فرزند انسان به مرگ شناس است میدانست با چی منزله هست، ما اکلتم منها لحما سمنا ابدا. پیغمبر خدا گفت اگر
از مرگ آن چیزی را که شما میدانین حیوان ها میدانستند، شما از وجود این حیوان ها گوشت روغنی دار را نمیافتین. گوشتی که در او قبط روغن باشد، اون گوشت شما از تنه حیوان نمیافتین، در صورتی که اگر همین حیوان ها میدانستند که سختی مرگ چیست و مرگ چیست. لما خلق الله تعالى الموت حجبه الله من الخلائق بألف حجاب. صاحب دقایق از نام پیغمبر خدا روایت میکند، میگوید که وقتی که خداوند همین مرگ خلق کرد، این مرگ خودش مخلوق است، مثل چگونه که ملائکه ها را خدا خلق کرده است، مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد، پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد. و عظمته اکبر من السماوات والارضین. چنان میگه همین مرگ کلان بود، چنان کلان بود که حتی میگه زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست، فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد، فریاد میزد، فریادش میشنیدن، لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد، چی وظیفه را اجرا میکند، اینش نمیدانست. تا وقتی چی؟ تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد، این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد، همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدتی میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است، من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم، تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت دماندن، گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین، کلانی را بین، قوتی را بین، با کدام قوه می را میگیرم؟ در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بدن هیچی نبود. و عزرائیل گفت نزدیک بر او شو، او سکون میکند، او سکوت میکند، او به تو رام میشود. وقتی میگه عزرائیل که بر اون نزدیک شدم، در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتباراً این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم، با امر الهی میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد، پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرگ به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی، من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم. خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب. من همان مرگ هستم که
جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یک تاش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذي افرق بین کل المرأة و زوجه، من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذي افرق بین الآباء والابناء، من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقى احد حتی یذوق منی. میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روانه کنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همون مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید دو جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست. رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند: شدت الموت قدر شدت الموت كقدر 300 ضربة بالسيف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چی مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود؟ حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین در کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس هم میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و به نهایت که عبادت زیاد داشت میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گفت در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم.
من خودگو جان میگیرم، فقط کشیش جان به نماینده های من، به خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گو به همین منزله است گو برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفته است همه نفس باید مرگ بچشد، لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم، میخواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جان دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جان دوبارهش بتیم، چی می شود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جان دوباره رو میگه به ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنن و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده گفت چی شد؟ این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالا که عزرائیل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد، بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده ای که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن، ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما ترا باور میکنیم. البته قوم سرسخت. حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد با اذن الهی انشاءالله زنده می شود. آوردنش میگه پیش بچه حضرت نوح سام که این به نهایت قدیم است و گفتن این قوم این قبر سام است، بچه نوح، همین زنده کن. حضرت عیسی میگه جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن و دعا کردن که خدایا در پیش این قوم جاهل مرا تو خجالت نمان. این